سلام، احوال شما خوبی؟ دلم براتون خیلی تنگ شده بودا. امروز اومدم با درست کردن برنج کته که, که انقدر خوب و با کیفیت میشه که اصلا باورتون نمیشه که این کته است. فکر میکنید آبکش شده. حتما با من همراه باشید، مطمئن باشید که نتیجه خیلی خوبی خواهد داشت. دوستان، برای برنج کته که در واقع میخواستم براتون درست کنم که کاملا شبیه آبکش میشه. اول من 2 پیمانه برنج رو، 2 پیمانه از این پیمانه، ببینید 2 پیمانه برنج رو شستم و الان آماده هست که من آبو بهش اضافه کنم. در واقع روش کار توی کته برای اینکه خیلی خوب در بیاد و دقیقاً عین آبکش بشه اینه که با هر پیمانه‌ای که شما برنج رو ریختید، حالا ممکنه این باشه، ممکنه استکان باشه، ممکنه لیوان باشه یا هر چیز دیگه، دقیقاً با همون پیمانه به ازای هر یک پیمانه برنج باید شما 1.5 پیمانه آب بریزید. درسته که حتی حالا قدیم میگفتن که، یا حتی الان هم میگن که مثلا 1 بند انگوش یا 2 بند انگوش بالا، ولی این روش خیلی روش دقیقی هستش. من الان 2 پیمانه برنج ریختم داخل قابلمه و باید به ازای هر پیمانه 1.5 پیمانه آب از همون پیمانه برنج بهش اضافه بکنم. در واقع برای 2 تا میشه 3 پیمانه. خب حالا من اینو اضافه میکنم. ببینید 1 2 و 3 پیمانه. حالا هرچی که تعداد پیمانه های برنج اگر خیلی مثلا به 7-8 تا و اینا رسید، از حجم آبش یک کمی کمتر بریزید. مثلا به جای هر 1 پیمانه 1.5 دیگه نریزید، مثلا 1 و 1/4 بریزید. خب حالا الان من ولی برای در حد 2-3 پیمانه و 3-4 پیمانه کافی هستش. خب الان من اینو اضافه کردم و نمک، حالا هر مقداری که دوست دارید. حالا ممکنه که خوش نمک بخورید یا نه کم نمک. یه مقدار نمک اضافه میکنم. خب روغنم که اضافه میکنم، بازونم هر مقداری که در واقع دوست دارید میتونید اضافه بکنید. خب. و زیرش رو روشن میکنم با شعله حتما زیاد باید باشه. خب من الان زیرش رو زیاد کردم، صبر میکنم تا به جوش بیاد، بعد دوباره میام نشونتون میدم. خب همینطور که میبینید آب به جوش اومده، آبش داره تموم میشه. صبر میکنیم تا آب برنجمون کامل تموم بشه. نهایتا خیلی خیلی کم تش بمونه که من باز رو نشونتون میدم. خب همینطور که میبینید آب برنج داره کامل تموم میشه. از بغل من میارم بالا که ببینید میزان آبش رو. تقریبا به این مرحله که رسید شما میتونید دیگه زیرش رو کم بکنید، ولی اگه حجم برنجتون زیاد باشه به نظر من همین آبم تموم بشه خب خیلی بهتر هستش. من الان کمش میکنم، بعد کنارای برنجم یه اینجوری میارید به سمت بالا. بشه. حالا صبر میکنیم تا برنجمون پخته بشه، در واقع دم بکشه و زمان خیلی زیادی هم احتیاج نیست. شاید 10 دقیقه تا 1 ربع هم حتی دم بکشه. با هم منتظر میمونیم. خب تقریبا 1 رو 20 دقیقه گذشت. حالا میریم ببینیم که در واقع چه جوری هست برنجم. ببینید
ببینید چقدر عالی. به نگاه کنید. بسیار عالی شده برنج و اصلا مشخص نیست که این برنج آبکش در واقع کته شده. ممنون از توجه شما. البته تعدیق هم ببینید زیرش داره که حالا بعد من نشونتون